پایین آمدن قیمت گاز مایع یکی از مواد سوخت سر استفاده در تاجیکستان به خصوص رانندگان را خوشحال کرده است. در 3 هفته گذشته قیمت 1 لیتر گاز مایع تا 1.5 سومانی ارزان‌تر شده است. حاضر 6.70 6.60 заправка кадисему до 3 هفته پیش 8 сум بود 7.80 بود تا 8 چند دقیقه بود 8.40 بود 8.60 بودم خیلی ارزان شده پیشنهاد. اسدالله راننده در شرکت خدمات تاکسی است. پس از بالا رفتن قیمت گاز هم شرکت‌های تاکسی راهگیرا را بالا نبردند که به گفته رانندگان درآمد آنها را کم کرد. اما مثل همیشه با پایین آمدن قیمت گاز راهگیرای تاکسی‌های معروف با 3 سومانی پایین نآمده است. وقتی بنزین گاز قیمت شد که 7 کردن نرخ فرمال 7 ایستو هزینه 7 سومون بود 10 کردن از گاز بنزین هم خیلی ارزون شیخ دورش کرد. این هیچ نمیز رزولتات نیست با همون 10 رفته شده است. بسیار شپرسیدگی هم این خیلی این مود راه های پلاتید میکنن این خیلی گپی زیاد میزنن. سبب پایین شدن قیمت گاز مایع را در نقطه‌های فروش سوزشواری شهر نمی‌دهند، اما ظاهراً واردات بیشتر گاز مایع قیمت‌ها را پایین‌تر برده است. برنامه عضوخواری جهانی که وضع بازارهای تاجیکستان را مشاهده می‌کند، می‌گوید قیمت مواد سوخت در تاجیکستان در مقایسه با هفته‌های گذشته از 1 تا 3% کاهش یافته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که قبلا سبب گرانشوی نرخ گاز مایع را به کاهش واردات آن ربط می‌دادند، گفتند که مسئله را دیرتر شرح می‌دهند. تقریبا 6 ماه پیش نرخ 1 لیتر گاز مایع در تاجیکستان 3-4 سومانی بود. سپس نرخ با شدت بالا رفت تا 8 سومانی و 50 درم رسید. هر گونه تغییرات در قیمت مواد سوخت به خصوص گاز مایع به جیب مردم تاجیکستان ضربه سخت می‌زند، چون بعد هر بالاروی قیمت تمام دیگر مال و محصولات نیز افزایش می‌یابد. تاجیکستان اساساً از قزاقستان و روسیه محصولات نفتی و از جمله گاز مایع را وارد می‌کند.